دوستای نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم دو نمره یک جای جورایی فروشی در خدمت شما قرار گرفتیم. دوستا واقع حصه اول پروژه شاه مشرب قرار داره. این گراج شک میبینین، سرک 40 متره پروژه شاه مشرب طرف جنگل واقع میره. این نمره در نفش قرار داره. دوستا اینی کوچه 16 متره از طرف 16 متره دروازه خرد وجود داره. دوستا از طرف دروازه داخل حویلی شدیم. سعی کنین سعی حویلی را. مقدار زمین 2 نمره یا 9 بسوه یا 900 متر مربع است. دوستا فعلا یک گراج، 3 اتاق نشیمن، 1 تا در پایین، 2 تا در بالا و 1 تا هم گراج به شکل پخته آباد شده. دوستا سولر هم موجود است، برق شهری هم موجود است، چای عمیق، تمام چیز وجود داره. دوستا حولی بسیار منظم، آفتابرخ، راسته. قیمت هی حولی دوستا 28 لک افغانی با جرمت. این قسمی که گفتم پروژه شاه مشرب، نو قوالیش تکت خاکی است با گزاری شاروالی. دوستای نهایت گرامی، این داخل منزل اول همین یک اتاقه که خرد در پایین وجود داره. دوستا اتاق 4 در 3 است، بسیار منظم، لوکس. یک تخت بام هم وجود داره در بالا. این زیر گراج است. یک بدرپ هم در زیر زینه مد نظر گرفته شده. کمود شاندگی به شکل پخته. دروازه خرد گراج، اینی دروازه کلان گراج. این گراج به طرف سرک 40 متره موقعیت داره. بسیار منظم. میریم بالا. دوستای نهایت گرامی، رفتیم بالا. سعی کنین همین بالا که بر آمدیم، همینجا یک دالیزک وجود داره به شکل پخته کاشکاری شدگی است. یک طرفش آشپزخانه مد نظر گرفته شده، بسیار منظم. سنگ های آشپزخانه وجود داره، کاشکاری شدگی است، پاک منظم است. دوستا دستشوی تمام چیز مد نظر گرفته شده. یعنی دروازه را که میبینین طرف تخت بام میبراید. تخت بامه که بسیار لوکس به طرف داخل حولی. این هم دستشوی زیر دالیز است، یه حمامش است. دوستا حمامشون کموت هم وجود داره، حمامش هم است. این دستراست بالای گراج یک اتاق منظم. کلکنش طرف سرک 40 متر است. دوستا آفتابرخ بسیار خوبش است. یک اتاق کم دهی طرف مد نظر گرفته شده. اتاق بسیار خوبش، پاک. طرف داخل حویلی دو طرف کلکن داره. این طرفش طرف بالکن یا تخت بام و این طرف دیگیش هم داخل حویلی است. دروازهش هم به شکل عصری مود روز است. دوستا با خاطر دیدن همچو ویدیوها لایک فالو از یادتان نره. تشکر زیاد. السلام علیکم.